گاهی اوقات دسته شیر اهرمی شل میشه، یعنی وقتی بازش میکنیم دوباره به جای قبلی خودش برمیگرده، یعنی شیر آب بسته شده. علت این موضوع شل بودن مهره و بی‌کیفیت بودن کارتریج میتونه باشه. برای برطرف کردن شل بودن دسته ابتدا باید دسته رو باز کنیم. نگین رو در میاریم، پیچ رو برخلاف عقربای ساعت باز میکنیم، دسته رو در میاریم، کابل رو در میاریم. ایدالش اینه که مهره به وسیله توکمت با فشار 8 تا 12 نیوتن متر بسته بشه. اگر توکمت داخل منزل نداشتید از آچار فناسی میتونید برای سفت کردن مهره استفاده کنید. کابل رو میبندیم روش و دسته رو جا میزنیم. با آچار آلن پیچ زیر دسته رو در جهت عقربای ساعت سفت میکنیم و نگین رو سر جای خودش قرار میدیم.